البته پیامبر کسی میبیند در خواب که برادران عزیز و گرامی خیلی انسانی پاک است گوییم، انسانی که انشاءالله در کار خدا و در کار رسول است، یعنی در او خصلت‌های رذیله، رفتارهای نادرست دیده نمی شود. این نفرها پیامبر را دیده می توانند. برای همین شما در یادش باشین، در محبتش باشین. شرط نیست که 1000 بار سوره کوثر را خوانید. اگر تو با مقصد آنی که من پیامبر را ببینم محبت کنی و انشاءالله خودت را آماده کنی، یعنی به تازگی و به پاکی، و انشاءالله روزی ده تو یگان پاره از قرآن بخوانی، همچنان سبحان الله بگویی، الحمدلله بگویی، ذکرها را اگر تو مثال بر زبانت گویی و شب پیش از خوابم 100 بار به پیامبر نازنین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلوات بفرستی و پای به طهارت خواب کن، انشاءالله از خدا امید است که تو موفق میشوی. لیکن پیامبر اگر نفری ببیند که من دیدم مثلا پیامبر بریش بود یا دیدم که چهره بسیار سیاه داشت، معلوم است که برادران و خواهران عزیز وای پیامبر نیست. برای همین بسیار نیک میشد که مردم از شمائل، از صورت پیامبر مانه شما در کتابها میافتین که پیامبر نازنین موی سرش چی مقدار بود، ریشش چی مقدار بود، چهرش چگونه رنگ داشت، بینیش چگونه بود، لبهاش چگونه بود، همه اینها در حدیث ها آمده است. برای همین وقت شما اگر از روی خبر کتاب ها آگاهی داشته باشین و چهره پیامبر از خواندگی هاتون تصور کرده تانین انا با همون صورت ببینین، انشاءالله وای پیامبر است. می شود که شیطان در یگان صورت دیگر هم در آید و نه در صورت پیامبر و گوید که من پیامبرم، با این طریق وای قدرت دارد. ولی وقتی اگر شما از شمائل حضرت که آگاهی داشته باشین با او مقایسه میکنین، موافق آمد البته قبول، موافق نه آمد قبولش نمیکنین. لیکن انشاءالله همون محبتی که شما کنین، همون دوستداری که شما داشته باشین، همون میل هایی که شما داشته باشین در برابرش با ذکر و با صلوات باشین، انشاءالله شما در خوابهاتون پیامبر نازنین میبینید.